بهترین اتچمنت MG42 برای این سیزن. یا گایز دوستان، آی پوکر هستم، امیدوارم روز خوبی بوده داشته باشید. اومدم با یه ویدیوی جدید، البته ویدیو دوم کانال محسوب میشه، حالا کار نرم. میخوایم بریم یه اتچمنت MG42 رو نشونتون بدم. حالا 2 تا گیم پلی میذارم ازش ببینید، وسط گیم پلی هم میذارم عکس اتچمنت رو. برید بردارید بزنید نمیار باش رنده کنید نمیار. آره خب یه گیم پلی دامینیشن گرفتم، یه دونه دوئل گرفتم، یه دونم هارد پوینت از اونجایی که تو رنک نگرفتم گفتم بذارم یه گیم پلی رنک بذارم که بیشتر بهتون حال بده. آره چون وگرنه اون گیم پلی تو شیپمنت بود اون هارد پوینته، ولی چون رنک نبود گفتم نذارم بهتره. اولی رو دوئل گذاشتم یه ذره ببینید. به نظرم این اتچمنت برای دوئل زیاد خوب نیست بچه‌ها. این اتچمنت برای دوئل اصلا خوب نیست. من تست کردم، خود اتچمنت خوبه ولی واسه دوئل نمیتونی، باید فقط رنج رو باش بزنی. تو نزدیک کم میاره MG، مثلا جلوی گرو کم میاره واقعا. یه جلوی فنک خب مثلا توی نزدیک بخوای فایت بدی واقعا خوردی ایارو، چون دمنج پایین تنش 16، دمنج بالا تنش 22 24 فکر کنم. آره دیگه یعنی حتی از انفورینا هم ضعیفتره. ولی شما این خشاب 250 تایه رو وقتی میذاری دیگه نباید ریلودتو بزنی. ریلودو تو اصلا نباید تا 10 20 کیل بزنی، راحت تا 10 20 کیل میتونی بگیری اگه زیاد تیر هدر ندی دیگه. اینجا هم یارو زدم. این دن سرویس از این پرکه گوشته بود که میمیری میترکه، یه بوم میاد زد میترکه. بعد من سر این گیم پلی خیلی فشار خوردم چون نمیتونستم گان دیگه بکشم، میخواستم اتچمنت هر تست کنم کامل ببینم خوبه یا نه. و همین یه ذره بد شد گیم پلی. بعد من اینم بگم من MG پلیر نیستم، یعنی کلا نه LMG پلی میدم نه MG رو دوست دارم. بعد دیدم این اتچمنت خاک خورده این سیزن داره خوب میزنه، گفتم بذارم ببینم چجوریه دیگه. آره برای همین میگم رنجش خوبه، نگاه کن رنجو چجوری اینو کره زد الان. آره به اون اسم منم دقت نکنید. این جوجو رو من یه قضیه‌ای داشت زدم، رفیقم اسمشو گذاشته بود جوجو، اکانت ازش گرفتم دیدم رو جوجو مونده گفتم بذارم بمونه، خیلی اسم قشنگیه. آره تو این هفته هم ویدیوها رو کم میذارم دیگه، خودتون میدونید مدارس باز شده بعد بریم درس بخونیم. آره این دوستا گیم پلی هم میذارم شما ببینید یه ذره لذت ببرید. راستی من این نکته هم بگم، با این گان دراپ شات به نظرم نمیشه زد. خب یعنی دراپ شات رو نمیتونی درست بزنی باش، میشه زد در کلا خب، ولی ایمش یه جوریه نمیشه درست زد. شاید هم چون من MG پلیر نیستم نمیتونم درست دراپ شات بدم، حالا نمیدونم دیگه. اینجا زبایستم یه رو بیرزر به پرده هم دیگه یو بکم زور شد پفنک. یه لحظه ریدم تو خودم و یه لحظه ریدم اون وسط رسما دیگه. اینجا زر دویدم دنبالش. MG میگم نه سویچش خوبه نه واسه دوئل خیلی خوبه. مثلا میتونی واسه رنگ برداری بری تو هارد پوینت پاره کنی رنده کنی نمیاره خب، ولی تو دوئل کم میاره جلوی فنک و گرو مثلا. حالا من دارم مثال میزنم، مثلا BP50 هم جلو BP50 هم کم میاره خب. این مثلا یکی BP50 داشته باشه لیزرتون کنه واقعا نمیتونی جلوش کاری بکنید حتی تو رنج. خب اینجا دیگه هم یه ذره داشتم این میکنم ببینم یارو کجاست، دیدم از این وسط رفت. اینجا همین دوست دلغک هم درخواست داد بریم. دلغک درخواست داد، این درخواستایی که میده میدونم برای اسپکت بتونه بیاد تو اسپکت خب، ولی همیشه این درخواستا رو به هم میدیم که یعنی بیا بیرون بریم تو گیم خودمون دیگه. دیدم دارم بازی میکنم گیم پلی میگیرم، گفتم بد میشه بخوام قطع کنم گیم پلی رو نگیرم ادامه‌شو دیگه. نرفتم باشونم رفت بتلش. راستی این نکته هم بگم بچه‌ها، من هم گیم پلی بتل میذارم هم گیم پلی مولتی میذارم، یعنی اینطوری نیستم که مثلا مولتی پلیر باشم یا بتل پلیر، هر دوتاشو پلی میدم خب دیگه. این صدایی هم که از پشت میاد یه ذره صدا گربه‌امونه یه ذره دلغکم. آره خب بازی 9-12 یه ذره از این دلغک بازی ها در بیاریم، نایفمون رو نگاه کنیم.
این نایفر رو به شخص خیلی دوست دارم، ست شد با این امجیه. این رنگ دایموند و چیزم، دایموند و گلدم بندازید این اپیکه خیلی خوشگل میشه. اینجا هم یارو دلغک شده بود، اوتلا و دیارچ و دیلو اینا میکشید، میخواست من رو تو رنج بزنه ولی نمیدونست که من رنج دیگه فایت نمیدم باش. اینجا دوباره گیرو کشید، دید باز کم آورد گیرو. حالا من چون خوب پلی میدم میتونم اینطوری بزنم، وگرنه یکی باشه که مثلا واقعا LNG پلی نباشه نمیتونم. اینجا هم یه برگوی خودم ریخ، همجوری شانسی داشتم هیپ فایراشو میزدم یه دیدم مرد رو گفتم ها. راستی این پرکی که من گذاشتم همین نمیدونم چیه، همین ویدار اولش، خب این خشاب میده به گانت. از اونجایی که MG من 250 تا تیر توشه، واقعا نیازشه یه دونه خشاب از این پرکا که تیر بده بهت. خب دیگه اینجا رفتم، اینم گیم پلی دامینیشن دیگه، مال رنکه. اومدم هارت پوینت رو به جاش بزنم، دیدم هارت پوینت مال رنک نیست، یه ذره بات افتاده، گفتم ولشون. اینجا یه نفر زدیم، 2 نفر. بچه ها کامنت بذارید، لایک کنید، کامنت بذارید، ساب کنید، میتونید یه کمک بزرگ بهم بکنید. آره شاید بعدا ویدیو چیزم بذارم، کلابم بذارم با یکی، حالا اسمشو نمیگم، بعدا این ویدیو کلاب باش میذارم دیگه. راستی من تو دامینیشن هارت پوینت خیلی میخوام پوینت ها رو بگیرم، چون یاره منو بیشتر بات میندازه تو رنگ و هر چیز دیگه. این رنگ هم یه ذره بات بهم انداخت، یه ذره رنگ هم پایین بود، فکر کنم گرم مستر بود، نمیدونم گرم مستر 1 یا مستر وی یادم نیست دیگه، یه ذره پایین بود، یه ذره بات بهم انداخته بود، داشتم راحت کیل میگرفتم. ولی اون دست هارت پوینتر میدیدید برگاتون میریخت، همشون بات بودن انمیا، فقط یه دونه داشتن MG پلیر بود، اون MG شو دایموند کرده بود، یه جوری رنجاش میزد برگا خودم ریخته بود. اتچمنتش هم مزخرف بود، فقط چون کنترل خوبی داشت میتونست بزنه دیگه. اینجا این گانه رو کشیدم، یه نفر رو زدم، اومدم بلند پروازی کنم زاره دیگه، اینطوری ریدن به ما کانر دیگه. اینجا هم میدون از این ماشین گانا کاشتم، فکر کنم دیگه اتچمنت اینجا بیاد، 1 2 3 آره اومد. خب اتچمنت رو بردارید، استفاده کنید، عشق کنید به مولا، عشق کنید راحت، عشق کنید برید انمی ها رو رنده کنید تو هارت پوینت و دامینیشن. سرچ تست نکردم ولی حس میکنم تو سرچ هم زیاد خوب نباشه، خب چون این اتچمنت اینجوریه که تو هر رنج میزنی بخوای بری نزدیک مردی، خب دوباره زنده میشی میزنی، ولی تو سرچ تو بمیری بعد وایسی یه ران تمام شه و واقعا نمیصرفه با MG بخوای پلی بدی. حالا این نظر منه، شاید یکی تو سرچ بتونه پلی بده با این گان، حالا دیگه نمیدونم. اینجا اومدم یه دراپ شات بزنم، زدم دیگه. پینگ اونم که ماشاءالله عالی، 115 140. حاجی پینگ من خیلی این هفته بد شده، اگه پینگ شما هم خیلی بد شده این هفته یه کامنت بذارید بنویسید. درسته پینگم بیشتر مواقع 50 الان تو ویدیو، ولی در کل پینگ من 90. بعد من نمیدونم چرا هر وقت مثلا همین ویدیو نمیگیرم، مثلا یهو بروکه میشم، آیبون میشم، پلی میدم، بعد ویدیو میگیرم از یه بات تر میشم. به خدا همین دوتا هم به زور گرفتم، اینقدر خوب در اومد. اینجا هم که یارای بات ما بغل هم چسبه بودن بگیرم پوینتو، یه UAV. اینجا اومدم بلند پروازی کنم، یارو زد منو با یکی سدیدن، درک نمیکنم یکی سدیدن نرف شده ولی هنوز قویه. یه چیزی برام خیلی خنده داری، یارو ویدیو گذاشته بود تو این استاد AK 117 هنوز نرف نشده، بعد AK 117 متیک دستشه، میگه AK 117 عادی خیلی بهتر از متیکشه، نرف نشده. حتما داداش، مثلا کامنت گوشم نشم حتما داداش متیکشو برداشتی میگی عادیش بهتره؟ واقعا فاز این یوتیوبرایی که میگن عادیش بهتره بعد میان متیکشو مثلا ور میدارن درک نمیکنم. خب تو که اینقدر داد میشه میگی فقط برای زیبایی ور میدارم، یه هفته بیا گیم پلی بگی با گانای عادی ببین میتونی بزنی یا نه.
به خدا خیلی ناراحت میشم میبینم همچین حرفایی میزنم بعدش گان متیکشو برمیدارم. اینجا هم یه ذره اومدم بلند پرواز کنم اینم یهو چرخی. من بعضی وقتا هم گوشیم یهو گیر میکنه بچه‌ها میبینید یهو همجوری دارم راه میرم هیچ کاری نمیکنم یا ایمم قفل تو ویدیو، برای همینه گوشیم قفل میکنه وسط ضبط فریز میشه گوشیم همجوری راه میره یا مثلا همین بازی کنم ولی نمیتونم کاری بکنم نه چند ثانیه اینطوری بعد درست میشه. اینجا هم بلند پروازی کردم زدم نصفشونو. اتچمنت رو حتما استفاده کنید یا خیلی چیز حقیه تو رنج و دامینیشن و هارت پوینت. تو دوئل زیاد پیشنهاد نمی کنم این گانو بکشید خب، چون گانی نیست که بتونه تو دوئل نجاتتون بده مثلا 10 تا عقبید 20 تا عقبید. آره تو این مواقع نمیتونه نجاتتون بده مثلا، ولی مثال بخوام بزنم مثلا گان بی پی 50 میتونه 10 تا رو یهو بگیره لیزر کن یارو رو. آره دیگه اینجا هم زدیم یه چند نفرش رو زدم. تو دامنشن خیلی خوب بازی میکنم ولی تو هارت پوینت یه ذره یاره خیلی باتی بهم میندازه، یعنی همشون اسکین بات برداشتن دارن فقط راه میرن نمیرن هارت پوینت و اینا بگیرن. منم که تک نمیتونم یهو برم آیبوم شم یهو 5 نفر رو بزنم که دیگه. آره اینجا هم نمیدونم چطوری ولی اون هانتر کیلر رفت هوا خورد تو انمی جلوم، یعنی رفت هوا ولی انمی جلوم مرد با هانتر کیلر من. اینجا هم دیگه بازی تمام شد بردیم، منم شدم MVP مچ. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا درود دیگر بدرود.